اینجا از فرصت استفاده برده خدمت شما هم وکیلان محترم و هم نمایندگان حکومت که در اینجا هستند بگم که اولا شما باید خودتون فهمید، یعنی کارمندای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان باید بفهمه که اگرچه حزب بر اساس اسلام است، بر اساس عقیده اسلام بنیاد شده است، ولی فعالیت سیاسیش در چارچوبه قانون است. همین دویمش فراموش نکنید، فعالیت سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در چارچوبه قانون است، از این بیرون عمل کردن نمیتونه، در چارچوبه قانون ما عمل میکنیم فعالیت سیاسی ما. و این حزب سیاسی است، این رو ملا گفته حساب نکنید، اگرچه ملا هم که هست اون مرد سیاسی است.